صادقانه عرض میکنم دیگه خیلی فرصتی هم نیست که ما انتظاری داشته باشیم عزیزان برای ما مثلا هدیه‌ای بیارن یا پست و مقامی. مثلا فکر نمی‌کنم فرصت‌های دیگه چندون مونده باشه. دیگه روزهای آخر عمرمون رو ما می‌گذرن. ولی چیزی که من در عمر 80 سالم 80 چند سالم تجربه کردم در هر روز به روز بیشتر مطمئن شدم و باور کردم و حالا به خیال خودم بنا گذاشتم که عمل هم بر طبقش بکنم. انشالله خدا توفیق. در این نظام اطاعت از رهبری است. من بی اطلاع از تاریخ اسلام، از معارف قرآن، از فرمایشات اهل بیت، از روایات، از داستانان، سیره علما اینا نیستم. از خیلی کوچیک بودم من که تو این وادی وارد شدم. بیش از 70 سال. بیش از 70 ساله که با کتاب و سنت آشنا هستم. تا اونجایی که من اطلاع دارم یادم میاد در طول تاریخ اسلام ما رهبری به این جامعیت نداشت. بعد از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین کسی به این جامعیت در کارهای ریز مدیریت آگاهی داشته باشه، بصیرت داشته باشه، توجه داشته باشه، توفیق عمل داشته باشه. کار روزانه ایشون به نظر من یه معجزه است. یه آدم عادی این همه کار میتونه بکنه؟ مطالعه روایاتشون تحقیق میشه، مطالعه درسشون سر جای خودش هست، مسائل پاسخ دادن جواب استفتاءات و مراجعاتی میشه. این همه مسائل جهانی هست که روی مغز ایشون میریزه. هر کدوم به جای خودش فکر بکنن، طرح داشته باشن، جواب داشته باشن. یکی از برجسته ترین صفات ایشون که من در کمتر رهبری از اینایی که شناختم و تاریخشون خوندم و اینا دیدم، شرح صدر با کسایی که میدونه 100% دشمنش اما به روشون نمیاره، بازم نرمش میخوایی میده، بازم دعوتشون میکنه، بازم خیلی خواهی میکنه براشون. من یه کسی مثلا یه جا پشت سرم یه حرفی زده باشون دیگه روبرو میشم دلم نمیخواد بهش نگاه کنم. یه جای پشت سر من یه حرفی زده، کسی میدونه چه نقشه های علیه او کشیده، چه کارهایی داره میکنه، با کجاهای ارتباط داره، باز هم با مهربانی دست سرش میکشه، راهنماییش میکنه، نصیحتش میکنه. اینا گفتنش آسونه. مگه آدمیزاد چقدر ظرفیت با همه اینها عبادات ایشون، تعقیبات نماز طولانیشون، زیارت جمع‌کرانشون، زیارت عزیز رضاشون به موقع تحقیق. اونم چه جور زیارت‌های دعاهایی که شاید در عمر ما یک بار برای ما اتفاق نیفتاده. نه افسانه است که برای ما، ولی همه اینا در یک نفر جمع شده به خواست خدا و با اخلاصی که خود این مرد داشته. خدا روز به روز بر توفیقاتش افزوده. الان در عالم شما صادقانه بشینید یه گوشه بی‌طرفانه فکر کنید، تمام رهبران عالم را بگذارید یک کفه ترازو، ایشون هم بذارید یک طرف ترازو، برای مدیریت جامعه خودش. اونا از پای این بر نمیان.